is that? کثافت ترین نقلک دنیا، پنیوایز دوست داشتنی، قراره بعد 6 سال برگرده دوباره رو اسکرین، تو این بار ولی تو مینی سریال ایت ویلکام تو دری. حالا قبل از اینکه 26 اکتبر یا همون 6 آبان برسه و سریال منتشر شه از HBO و ریلیز شه، قرار یه سری اطلاعات داشته باشیم که برای اینکه سریال لذت بخش تر شه. مثل ارتباطش با دو تا نسخه فیلم سینماییش، ارتباطش با رمان همون استیون کینگ و تاریخچه دری. پس تو این ویدیو قراره هر اطلاعاتی که لازمه داشته باشیم قبل از اینکه سریال رو ببینیم و با هم دیگه مرور کنیم. مرسی از اینکه ویدیو رو لایک میکنید. اگه به فیلم و سریال فکتوری اینجوری چیزا علاقه دارید حتما دکمه صاحب بمالید و اینکه غیر والنمون بول شد دیگه سریع بریم براش. اول از همه باید بریم سراغ رمان و داستانی که استیون کینگ تو رمانش نوشته. داستان این وحشت پنیوایز د کلاون یا همون پنیوایز دلقک از سال 1986 با رمان ایت استیون کینگ شروع شد. داستان رمان دنبال کننده 7 تا بچه توی شهر مین دریه که تو اواخر دهه 1950 هستن و یک کلابی برای خودشون درست کردن به اسم لوزر کلاب. توی این کلاب یا همون گروهشون، بیل سرگروهشونه که لکنت داره، بف تنها دختر گروه، ریچی که همون کمدین گروه، ادی اون بچه مریضیه که همیشه نگرانی داره و از همه چی میترسه، استن شکاک گروهه که به همه چی شک داره، بنم بچه خجالتی گروهه، آخرشون هم مایکی که کلا عاشق تاریخ و چیزای هیستوریه. بچه این گروه متوجه میشن ایت شهرشون رو تسخیر کرده، یه موجود تغییر شکل دهنده که اکثر اوقات به شکل یه دلقک چندش و دنسر ظاهر میشه و به نوعی بچه‌ها رو میبله. اینکه حالا معلومه ایت اصلا دلقک نیست و یه شر و شیطان باستانی و هر 27 سال ظاهر میشه تا به معنی واقعی از ترس تغذیه کنه و جامعه هدفش هم بچه‌هاست، پدسگ بی وجود. میره سراغ ضعیفا چون بچه‌ها اغلب خیلی راحت تر میترسن. این موجود توانایی ذهن خونی داره و میتونه واقعیت رو تحریف کنه تا جوری که خودش میخواد بقیه ببیننش. رمان تو 2 تا بازه زمانی اتفاق میفته. اولی دوران کودکی لوزر کلاب یعنی سالهای 57 و 58، دومی دقیقاً 27 سال بعد وقتی دوباره جمع میشن این اعضای کلاب دور هم دیگه. بعضیاشون آدمای موفقی شدن، بعضیاشون هم نه. حالا اینا وقتی بچه بودن هر کدوم به طریقی با ایت روبرو شدن. بیل روح برادر کوچیکش جورجی رو میبینه که اتفاقا تو رمان هم جورجی اولین قربانی ایت بودش. بف صدای بچهای مرده رو تو همون میشینه، ادی رو یه جزامی مریض دنبال میکنه، ریچی و بنم کاراکتر فیلم ترسناک کلاسیک دنبالشون میکنه، یه گرگین ریچی رو، یه مومیایی هم بن رو. بعد این داستانا بچه‌ها متوجه حقیقت وحشتناک دری میشن و میفهمن یه موجود شیطانی قرن‌هاست داره بچه‌ها رو میکشه که بزرگسالا یا نمیتونن اونو ببینن یا یه عاملی باعث میشه عمدن نادیده بگیرنش. یعنی این اتفاقا به طرز عجیبی نادیده گرفته میشن و میشه گفت یه جورایی دری رو با انکار طلسم کردن. در نهایت لوزر کلاب تو سال 58 با هم دیگه تیم میشن و ایت رو تو فاضلاب زیر شهر دری پیدا میکنن. البته تو تحقیقات مایک میفهمن این حمله ایت سابقه تاریخی داشته و قبلا هم حمله کرده بوده. حالا اینجا رو داشته باشید هم تو فیلم سینمایی اون 2 قسمتیش هم تو رمانش به یه سری اتفاقات و داستان‌های تاریخی وحشتناک در مورد همین دری اشاره شده، مثل کشتار خونی تو خیابونش و آتیش زدن کلاب کنم بلک اسپاتش و یه سری اتفاقات دیگه که احتمال داره تو سریال، تو همین مینی سریالیش که قرار بیاد روایت بشه، یعنی بیشتر بشکافن اون داستانا رو. حالا جلوتر در مورد این داستانا کامل توضیح میدن چیه که و قراره چیزی وارد سریال بشه. برگردیم سراغ بچه‌های لوزر کلاب. این بچه‌ها تو اعماق زمین تو مخفیگاه ایت باهاش روبرو میشن. توی تونل فاضل‌آباد ددلایت یعنی فرم واقعی اون موجود که چشمای نورانی فرازمینی داره رو میبینن. بیل اونجا یه مراسمی به اسم چاد اجرا میکنه که قبلا در موردش تحقیق کرده بود. تو اون آیین و مراسم اساسا با هیولا وارد یه نبرد روانی باید بشن. حالا بعد از اینکه شکست میدن ایتو و نابودش نمیکنن، فقط شکست میدن، یه جوری تبعید میشه و گم و گور میشه. با هم دیگه یه پیمانی میبندن که هر وقت دوباره این موجود برگشت دری و شروع کرد به کشت و کشتار، ما همگی جمع شیم و اونو دیگه کامل نابود کنیم. بعد 27 سال میگذره و حالا 27 سال بعد 27 سال چیه؟ حالا 27 سال میگذره و هر کدوم یه جا پخش شدن، یه جای دنیا دارن زندگی خودشونو میکنن. نکته جالبی که داره همشون وقتی از دری خارج شدن مثل ساکنین دری
تمام خاطرات و تروماهایی که در مورد گذشته و اون اتفاقاتی که واسهشون افتاده رو کامل به دست فراموشی میسپارن. اما سال 84 پنی دوباره سر و کله‌اش پیدا میشه و یه پسر جوون گی اولین هدفشه و بعدش هم دوباره میره سر وقت بچه‌ها. مایک که تنها عضو از لوزر کلابه تو دری مونده و الان کتابدار و اون کتابخونه دری اونجا کار میکنه و بعد متوجه شدن این ماجرا به تک تک اعضای لوزر کلاب زنگ میزنه و میگه که وقت عمل کردن به قولمونه. ولی همشون همونطور که گفتن تمام خاطرات مربوط به دری رو کامل یادشون رفته و چیزای خوبش رو یادشونه، پس طبیعتا قولشون هم یادشون نمیاد دیگه. ولی قسمت تلخ ماجرا کجاست؟ وقتی بعد تماس مایک همه چی یادشون میاد و اون تروماها و همه این ترساشون برمیگرده، استن به جای برگشتن به حدی از برگشت خاطراتش میترسه و شوکه میشه که خود دست به خودکشی میزنه. ما بقیه 6 نفر بعد این اتفاقات دیگه عزمشون راسخ میکنن و برمیگردن برای نابودی ایت. توی اوج رمان وقتی برای بار دوم میرن فاضلاب تا با ایت روبروشن، اونو تو شکل یه هیولای عنکبوتی میبینن که این نزدیکترین شکل ایت به شکل واقعیش تو دنیای ماست. تو طول نبرد بچه‌ها با ایت، بیل و ریچی نزدیک بود تو ددلایت گم بشن. ادی دستش میشکنه و خودشو فدا میکنه تا به ایت صدمه بزنه. تیرکمون بف با گلوله‌های از جنس نقره باعث زخم برداشته شدن ایت میشه و باعث خونریزیش میشه. در آخر هم به معنای واقعی موفق میشن قلب ایت رو تیکه تیکه کنن و ایت کامل نابود میشه. بعدش یه طوفان بزرگ به دری میزنه و کلی از بخشای شهر رو نابود میکنه. بچهای لوزر کلاب که به قولشون عمل کردن برمیگردن سر زندگی خودشون و خیلی زود دوباره شروع به فراموشی همدیگه و اتفاقا میکنن، جز مایک که همه چیز رو یادشه. بقیه که برگشتن سر زندگی خودشون، مایک همونجا میمونه تو دری تا تمام اتفاقات رو قبل اینکه خاطرش محو بشه ثبت کنه. این بود خلاصه رمان. البته خلاصه که نمیشه گفت چون رمانه تقریبا 1100 صفحه است اگه اشتباه نکنم و خیلی جامع و کامل‌تره، هم نسبت به فیلم هم نسبت به این چرت و پرتایی که من گفتم. حالا چرت و پرت نگفتم، من سعی کردم نکات اصلی رو بگم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ همین مینی سریاله باید ارجاع بدیم خودمون رو به 4 تا اتفاق بزرگی که هم تو رمان هم تو فیلم سینمایی بهش اشاره شده در مورد همین شهر دری. اولی ناپدید شدن بیشتر از 300 نفر از اهالی دری تو دهه 1740 وقتی که شهرک اولیه با ساکنین تو دری درست شد بدون هیچ توضیحی بیشتر از 300 نفر مرد و زن و بچه یه دفعه محو شدن و هیچ توضیح منطقی در مورد این گم شدنشون وجود نداره. احتمالاً این 300 نفر جز اولین وعده های غذایی پنی وایز از ساکنین دری بودش. بعدی انفجار کارخونه آهن کیچنزه سال 1906 تو روز عید پاک، همون ایستر ساندی که کارخونه محل مراسم بود، با انفجار اون بیش از 100 نفر مردن که 88 نفر از اون 100 نفر بچه بودن. شاهدای این ماجرا حضور یه دلغک رو اونجا تایید کردن که معلومه همون پنی وایز بوده. این افسانه یکی از بدترین فجایع تاریخ دری بوده و چیزی که وحشتناکتر میکنه قضیه رو گفتن در مورد اون اتفاق مثل اینکه سر کنده شده یه بچه رو درختای کنار اون کارخونه پیدا شده بعد انفجار و موهاش با خون و شکلات قاطی شده بوده. اتفاق بعدی کشتار گروهی برادلی سال 1929 که یه گروه گنگستر به دری اومدن برای غارت و مردم شهر یه گروه تشکیل دادن و شروع به تیکه تیک کردن همدیگه وسط خیابون کردن. همدیگه منظورم خودشون نیستش، با اون گروه درگیر شدن. بعدن یه شاهد سمبالا که به مایک وقتی داشتش در مورد تاریخ دری تحقیق میکرد گفتش حضور یه دلغک اونجا بوده، یعنی یه دلغک اونجا حاضر و آماده دیده که تو اون کشت و کشتار واسه خودش عشق میکرده و معلوم میشه که همون پنی وایز بوده و داشته از اون حموم خون و هرج و مرج و خشونت تغذیه میکرده. حالا بدترین اتفاق آتش سوزی بلک اسپات سال 1930. بلک اسپات یه نایت کلابی بوده که سربازای آمریکایی آفریقایی دری تو دوره سنگین تبعیض نژادی درست کرده بودن و میرفتن اونجا آهنگ گوش میدادن، میرقصیدن، اشغال میکردن. یه سال بعد از تیراندازی برادلی یک گروه نجات پرست عجیب غریب به اسم مین لیژیون آف وات دیسنس اون کلاب رو به همراه تمام آدمای توش آتیش میزنن. بعضی از بازمانده‌های اون حادثه حضور یه پرنده بزرگ و شیطانی رو تایید کردن که نمیذاشه آدمایی که از داخل آتیش سوزی میخواستن فرار کنن موفق باشن. ایت توی خاطرات پدر مایک به صورت پرنده هم اومده، پس میشه این پرنده رو همون پنی در نظر گرفت. خیلی هم اینو تایید کردن که حتی این نفرین گروه نجات پرسته رو میگن مثلا به دست پنی تغذیه شده. این آتش سوزی پایان چرخه 27 ساله پنی بود که بعدش به خواب رفته تا تو دوره کودکی لوزر کلاب باهاشون دوباره روبرو شده. حالا این اتفاقا مخصوصا این داستان آخری همون بلک اسپاتی که گفتم
در مورد اون کلابه قرار نقش خیلی مهمی تو سریال داشته باشه. و الان دیگه بریم سراغ مینی سریال ببینیم که چی هستش و چی باید بدونیم. حالا تا اینجا خیلی چیزا گفتم ولی باید بیشتر بدونیم. ایت ویلکام تو دری پیش درآمدی از ایتی که ما میشناسیم، یعنی همون دوتا فیلم سینمایی، یعنی هیچ خبری از لوزر کلاب نیستش و قراره در مورد کابوس هایی که دری تو گذشته تجربهش کرده رو بهمون نشون بده. داستان ویلکام تو دری 27 سال قبل از اتفاقای چپتر 1 جریان داره، یعنی سریال قراره حضور قبلی ایت که ما تو چپتر 1 دیدیم 27 سال قبل از چپتر 1 رو بهمون نشون بده، یعنی سال 1962. تو این مینی سریال قرار وارد جزئیات داستانایی بشیم که تو رمان یا حتی تو قسمت سینماییش اشاره شده بود به صورت کوتاه و خیلی کوچولو. حالا جا داره چند تا نکته بگم. اون خلاصه‌ای که اول ویدیو گفتم مربوط به رمان بود نه فیلم سینمایی، چون رمان نسبت به فیلم سینمایی، یعنی بهتر بگم فیلم سینماییش نسبت به رمان چندین تا تغییر خیلی بزرگ داشت. مثلا وقتی پنی رو میکشن همشون برمیگردن و زندگی خودشون رو انجام میدن تو فیلم ها و همه چی اوکی دیگه، همه چی یادشون میاد. ولی تو رمان وقتی ایتو شکست میدن و نابودش میکنن همگی دوباره فراموشی میگیرن بعد از اینکه برمیگردن به زندگی عادیشون. تو فیلم سینماییش بن بودش که درباره تاریخ دری تحقیق میکرد، ولی تو رمانش مایک این کارو میکنه. تفاوت بعدی اون طوفانی بود که تو رمان بعد از اینکه ایتو شکست میدن شهر رو نابود میکنه تقریبا، ولی تو فیلم سینماییش این اتفاق نمیفته. یه نکته خیلی عجیبی هم که داره، مثلا برای اینکه اون کم رنگ تر کنن و اون خشونتش رو یه ذره بگیرن تو فیلم سینمایی، تو نسخه اول وقتی لوزر کلاب میرن تا با ایت رو بروشن، تو اون فاضلاب برای اینکه پیوند دوستی خودشونو محکم‌تر کنن و بخوان مثلا نشون بدن یه استعاره‌ای باشه از وارد شدن به فاز بزرگسالی، اعضای گروه لوزر کلاب با هم دیگه گروپ سسک میکنن. و ولی حالا مثلا تو فیلم سینمایی بهمون چجوری نشون دادن، فکر کنم اگه اشتباه نکنم با پیوند خونی این کار انجام دادن، یا مثلا یا اگه درست باشه با اسپری تنفسی بیلی این کارو میکنن، هر کدوم یه دونه پس میزنن تو دهنشون و اونجوری پیوند دوستیشون نشون میدن. حالا این مثلا یکی از تفاوت‌های عجیب غریبی بود که بین رمان و فیلم سینماییش بود دیگه. برگردیم سراغ سریال. از اونجایی که تیم کارگردانی یعنی اندی و باربارا موشتی کارگردانای دو قسمت فیلم سینماییش تو تیم تولید سریال هم هستن و اندی قراره چند قسمت از جمله پایلوت رو کارگردانی کنه، پس اون فرم و شکل و دی ان ای فیلم سینمایی ها قشنگ حفظ قرار بشه تو این مینی سریال. یکی از خطوط داستانی اصلی که سریال پوشش میده داستان آتش سوزی که توش والدین مایک از بین رفتن. کتاب نفوذ پنی رو تو اون حادثه تایید کرده و به نظر میرسه این سریال این اتفاق رو به دهه 60 منتقل کرده و اون رو به نقطه کانونی فصل اول تبدیل کرده. حتی تو تریلر تابلو کلاب رو نشون میدن و یه نگاهی به پیامدهای آتش سوزی هم انداخته شده. پس احتمالاً سریال فقط در مورد بچه خوری و تغذیه پنی از بچه‌ها نیستش و روی چیزهای دیگه‌ای مثل نجات پرستی و خشونت و بقیه وحشت‌ها هم تمرکز داره و قراره یه گروه از قهرمانای جوون جدید مثل لوزر کلاب رو ببینیم، اما این دفعه تو دوره زمانی مخصوص به خودشون. تو سریال قول داده شده به منشأ وجودی پنی هم پرداخته شه و چون اچ پی او قراره استریم کنه سریالو، یه نکته امیدوار کننده است که هیچ سانسور یا کمرنگی تو روایت قصه نمی‌بینیم. تیم سریال هم به این اشاره کرده که اگه سریال قراره ادامه پیدا کنه هر فصلش قراره به یه دوره متفاوت از اتفاقا و بلاهایی که سر شهر دری اومده پرداخته شه، مثل اون 4 تا اتفاق بزرگی که برای دری افتاد و اشاره کردم. با اینکه ما میدونیم سرگذشت و سرنوشت پنی کجا رسید، اون اعضای لوزر کلاب زدن ترکوندنش، ولی حالا چرا سریال مینی سریال باید خیلی قشنگ عذاب در بیاد، چون قرار به اون داستانایی که 2 خط حالا یا 2 تا دیالوگ توی سریال و که رمانش گفته شده کامل بپردازه و کامل قضیه رو برامون باز کنه و تو این پرداخت به اون داستانا قراره ببینیم پنی چجوری دقیقاً بهتر اون قربانیاشو پیدا میکنه، قربانیاش چجوری از دستش فرار میکنن، همه قربانیاش کشته میشن و کلا اینجور چیزا دیگه. و حتما هم قرار جدای نشون دادن اون داستانا به همون کاراکتر پنی رو برامون بیشتر بپردازن و شخصیت پردازی بیشتر داشته باشن. حالا وقتی سریال منتشر شه هر قسمت یه ویدیویی در مورد نکات مخفی و ایستر ایگا و چیزای جزئی که احتمالاً از دید آدم پنهون میمونه رو کامل با هم دیگه مرور میکنیم. حالا پس اگه ویدیو رو تا اینجا دیدین ممنون میشم لایک کنید. اگه به فیلم و سریال فکتوری اینجوری چیز علاقه دارید حتما دکمنت رو بمالید. نظر انتقادی بیشتر چیزی دارین تو قسمت کامنت بنویسید. و اینکه تا یه ویدیو دیگه مخلصم.
بای.